سلام، خوبی تو؟ امروز خیلی ناراحتم و یه طرفم خیلی خوشحالم. حالا بگم چرا؟ بیا اینجا بهت بگم. اینا میبینی این سوخته و کار نمیکنه. این فنیه که من باهاش میتونستم بازی کنم. حالا چرا؟ بریم بهتون بگم که آیا ارزش خرید داره نداره، چجوری بخرید نخرید، چرا اصلا. بریم بهتون بگم دیگه. حالا چیکار کنیم؟ برو بریم سراغ ویدیو. خب ببینید من چی گرفتم. اصلا اون زمانی که من اینو گرفتم همچین چیزی رو انداخته بودم بهم و گفته بودم وقتی اینو بازی میکنی بازیت خیلی خوب و خفن و اینجور چیزا میشه. یه دستم دارم. پرت شد بیرون ها. نه داداش پرت نشده، من اینو دارم. اینو قبلا استفادهش کردم، سوخته خراب شده و قراره که بهتون نشون بدم چه جوری. 3 درجه داره، بالا پایین وسط. آره کار نمیکنه. چرا؟ اصلا این ویدیو در مورد چیه؟ موضوعش چیه؟ فن نگیریم، به درد شما نمیخوره. برای چی؟ الان بهتون میخوام بگم. نها کنین. جیجین. خب کار کرد ها. نها کن. داخل این یه تیکه مو و فلان و این گرد خاکا اینا میره که باعث میشه این که رادیاتوریه، حالا اگه درست گرفت، این پشتش قشنگ سرد نشه مثل روز اول. یعنی روز اول که میگفتی باش اوکی اینجاش کلا یخمک میزد و اوکی بود، الان اینطوری نیست و خلاصه به درد نمیخوره. حالا بریم با گیم پلی و تصویر خودم بهتون توضیح بدم که حالا باید چیکار کنی. آقا این به درد نمیخوره، من گوشیم داغ میکنه، حالا چیکار کنم؟ بریم بهتون توضیح بدم. به داشتهاتون اینجاست. یه لحظه. آها الان بهتر شد. منو بهتر میبینید. قراره بهتون توضیح بدم که این به درد نمیخوره و این به درد میخوره. حالا این چیه؟ بچه ها من اون دوموبیل از این استفاده میکنم. این خیلی بهتره. یعنی چی؟ بچه ها گوشی که تقریبا رد بالاست و کلاف و قشنگ میکشه نیازی به این نداره. این اصلا به درد شما دیگه نمیخوره. بندازینش دور. اگرم داغ کرد هیچ تأثیری بر بازی شما نداره، بلکه اگه دیگه لگ خوردی اوکی گوشی مدلش پایین، یعنی سی پی یو تو نمیکشه و وقتی داغ میکنه عملکردش ضعیفتر میشه و تو داری باگ میخوری. چیکار میکنی؟ یه پول ساده خیلی راحت تر از این که بری این پول اینو بدی و اصلا پول این الان گرونه، یکو 200 یکو 300. من پول اینو دادم و میبینم که الان وقتی یه ذره الان وقتی داخل چیز گرد پاک کرده بعد 2 ماه که اصلا دارم باش کار میکنم، من روزی 5-6 ساعت میشم کالا بازی میکنم و وقت خودم رو هدر میدم و این چیزایی که دارم بهتون میگم از سوابق بازی کردن خودم. پس قدرشو بدون. همین الان لایک ویدیو رو بزن، سابسکرایب کن که حمایت خیلی بزرگی از من کردی. دمت گرم. و اینکه بگم من برای ویو و فلان اینا ویدیو نمیسازم، عشقیه و اصلا درآمد یوتیوب به من تعلق نمیگیره و هیچ درآمدی از یوتیوب ندارم. خب داشتم میگفتم قبل من چیکار میکردم؟ میومدم فوت میکردم گوشمو و این باعث میشه گوشی حداقل اونقدر داغ نکنه و عملکرد خودش رو بده. گوشی من ضعیف بود و فوت کردن جواب نمیداد و اینو گرفتم. اینو رفتیم از سه‌شنبه بازارمون گرفتیم. میدونی که با هر کی هیچ میفروشه فلان. اینا اینجا دیدم خوب باد میزن. خدا وکیلی خوب باد میزن. بذاریم بهتون نشون بدم. مثلا این کاغذ در نظر بگیریم، محاسبات ریاضیه. اینا کنید خدای خوب باد میزنه ولی صدا داره. این صدا خیلی بده. روماخ بود و پولمو جمع کردم چون گوشیم لگ میخورد، سی پی یوش ضعیف بود. گوشی رد پایینی دارم، من با همین دارم براتون تولید محتوا میکنم. به خاطر عباس گوشی مدلش پایینه. یه ذره از من حمایت کنید. من به درآمد یوتیوب برسم، سطح محتوا رو ببریم بالا، هممون با هم عشق و حال کنیم. واسه داشتم میگفتم. رفتم اینو خریدم گفتم دیگه آره دیگه خدا وکیل من الان دیگه بازیم خدا میشه و همه رو میام میزنم. نه بچه اینجوری نبود. من نگینا خدای کم شد ولی اصلا اینجوری نبود که خب دیگه اصلا لگ نمیخورم و فهمیدم که مشکل چی دیگه بود. خب حافظه گوشی من 64 گیگه. کار کردم دیگه چرت و پرتم بازی. من بازی 30-40 تا بازی داخل این گوشی داشتم. یعنی
ماینکرافت داشتم، پابجی داشتم، فری فایر داشتم که این دوتا رو بازی نمی‌کردم و اینم کم بازی می‌کردم چون آنلاین ماینکرافت و میرفتم کال آف دیوتی بازی می‌کردم. بازی آنلاین دیگه هم داشتم که مثلا بعضی وقت جاهای دیگه مثلا واسلام زدم این موقع مثلا اونو بازی می‌کردم. رو بگذاریم و اون چرت و پرتا رو که داشتم پاک کردم و اونش برام یه کالا و یه نسخه دارم بچه ما قدیمی ترین نسخه ماینکرافت دارم یه دارم اون رو گذاشتم داخل گوشیم که الان 60 میگه دارم الان ببینید 500 میگه 600 میگه پوله میگه ماینکرافت باشه ولی اون موقع 60 میگه و خیلی نسخهش قدیمیه 1.2 فکر کنم 1.21 1.22 اومده. خلاصه اونا رو پاک کردم و حافظم کمتر شد و یه رفع لگ که مثلا بیای بندازی رو گوشی تو فلان و اینا نه بچه اکتیویژن دیگه خیلی داره دقت میکنی قشنگ میفهم تو رفع لگ بزنی اکانتت برمیگی. خب الان چیکار کنیم که اگه لگ میکنیم دیگه لگ نکنیم و گوشیمون داغ نکنیم بچه گرافیکتون رو کاملا باید بیاریم پایین یعنی لو بزنیم کمترین حالتش هیچی از بازیتون کم نمیکنه بچه یعنی مثلا گل و بلبل رو سایه‌اش رو میبینی اون رو دیگه نمیبینی نیاز به اون نداریم و باعث میشه که دیگه لگ زیاد نکنید و گوشی داغ نکنه. و حالا از داخل نرم افزار بازیتون بیاین کنار اینو بهتون بگم که خیلی مهمه که شما قاب گوشیتون رو نندازید. یعنی هر گیمری رو ببینید قاب نداره گوشیش گلس نداره گوشیش مثل خودم. برای چی؟ بچه‌ها الان بهتون میگم وقتی قاب میذاری داغی که این گوشیتون وقتی داغی رو داخل خودش جمع کرده باعث میشه که از گوشیتون نره بیرون و داخل قابتون بمونه و همینجوری داغتر شه و گوشیتون داغ میشه و شما لگ میکنید و همه اینا. یه بحث دیگه هم هست این که داخل خود بازی کال آف دیوتی یه گزینه هستش به نام ریست تمام گان هایی که مثلا دانلود کردین و بچه شما نیاز ندارید به گامتیک همه گامتیک رو دانلود داشته باشید همه گان لژندر دانلود داشته باشید اصلا اشکالی نداره که شما همه رو باز ببینید اسکینا رو اصلا شاید 10 مچ تو بازی کردی یه دست این لیگ لژند داخل بازی به چه درد تو میخوره نه خدا وکیل به چه درد تو میخوره. پس مهم نیست به اینو ریست کنید و گاردای خودتون هرچی گان اپیک گان لژند میتیک هر چیزی همونا رو دانلود کنید و حجم کالافتون بالا نره و گوشیتون لگه کمتر میگیره و گوشیتون کمتر داغ میکنه. بچه تا اینجای ویدیو همراه من بودید و خیلی ممنون میشم که یه کامنت برام بذارید داخلش بنویسید که چیکار کنیم سطح محتوامون بالاتر بره و به جز شما کی میخواد اینو بهم بگه مثلا به این سطح گیم پلی ببر بالا کلاهک رو نذار مثلا بیشتر بیا ویدیو بذار در مورد چی صحبت کنم هر چی که میخواد اینا رو داخل کامنت بذارید. تا ویدیو بعدی بدرود.